غذای مورد علاقتون چیه؟ بزرگترین آرزوتون چیه؟ آقا بخیر. زمانی که از خانواده‌ام جدا شدم 12 سالی میشه نیدم. نمیدونم چی بگم. دخترم فقط یه تلفن رو من میکنم یا منو ببینم بیشتر دلم میخواد تا فردا میپوشم من زیباترین جامه‌هایم را بپوشم من پاشو ببینم باغچه‌مون را صفا دادم امشب تا میشد گلوی گلدون تا جا دادم بعد از جدایی‌ها آن بی‌وفایی‌ها فردا تو می‌آیی فردا تو می‌آیی بعد از دو دست‌ها آن دل شکست‌ها فردا تو می‌آیی فردا تو می‌آیی دیگه نکن یه چون روشنی پیداست مامان هم باشی خدمت شما ازتون همراه نوشیدنی